سلام به همه همراهان و بینندگان کانال یوتیوب سوبرلند. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با یه ولاگ متفاوت از سفرم بعد از 7 سال به ایران. سفری که بزرگترین چالشش برای من شرایط ایران در زمان حمله ایران به اسرائیل و مشکلات منطقه بود. با من همراه باشید تا در این سفر از چالش ها و اتفاقات جذابی که توی سفر برای من رقم خورد لذت ببرید. همچنین از اون دسته از عزیزانی که هنوز کانال سابسکرایب نکردن میخوام که اگر کار دوست داشتن کانال سابسکرایب کنن، لایک کنن و برای دوستاشون شیر کنن. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. Now we're together, it's a different mood. We're getting crazy in a different room. با اندکی تأخیر رسیدم، چمدونا تحویل دادم. She likes the fact that I just let her know. تو راه که میومدم راننده تاکسی میگفت که داری کجا؟ میگفتم ایران. گفت شلوارتو ببینم. گفتم چرا؟ با دو حالت داره، یا خیلی احتمالا خیلی گفتم نه همون. آقا دروغ نگم، منم یه ذره به خودم ریدم به خاطر شرایط، ولی خب دیگه تا اینجاش اومدم بقیه‌اش هم میرم دیگه. حالا هرچی باد و باد برم تو صفحه چک وسایل شخصی هستیم، ببینیم چی داستان پیش بیاد. یه رو بدو و اینکه تقریبا 1 ساعت و نیم دیگه هنوز وقت داریم. یه ذره تو فری شاپ اینجا بچرخیم ببینیم چه خبره و همین سوار کنم بشیم. دیگه با استرس و فشارها که بود از همه گیتا رد شدیم. 1 ساعت دیگه تقریبا پرواز میپره. از اینجا 6 ساعت میرم به سمت دوحه 2 ساعت و نیم ترانزیت دارم و از اونجا میرم به سمت تهران. حس عجیب غریبی دارم که بعد از مدت دوباره دارم میرم ایران، اونم تو این شرایطی که الان خوبی خورده، همه چیز اونجا به هم ریخته است. نمیدونم قراره چی پیش بیاد. میریم ببینیم که اونجا قراره همه چیز چطوری پیش بیاد. نشستیم کنار پنجره می‌بینید با نمای زیبا. فقط تنکی شو فهمیدم. Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. تقریبا 1 ساعت از پروازمون رو گذروندیم. غذا رو آوردن، نمیدونم چی رو باید تستش کنیم ببینیم چیه توش در میاد. ازشون بدم ببینیم. Holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on, with you by my side. Baby, when we fall together, we'll rise. 'Cause I've tried so far just to get to where you are. And I know
QS خیلی بالا. من قبلا تو بازی جهانجانی تو تبلیغات دیده بودم اینو. خب باید بریم گیت سی. گرسنم هم هست. باید بریم گیت سی 32 و اینکه ببینیم که گیتمون کجاست و بعد چیزی پیدا کنیم که بخوریم. اوکی تانکیو. من یه دونه همبرگر سفارش دادم از فرط گرسنگی و اینکه بعد نیست کشور تمیزیه. حالا سرانه شده آقا اول خوردم بعد یادم بعد فیلم بذارم بعد تو قرارم شروع نکنم تا یه ذره خوردم. کیفیت غذاش مثل کیفیت غذای ایرانه. مثل زمینی اینجوری این همبرگرشه و این کوکای کوچیک توانی که بود 300 سی من بزنیم آقا که باید برم سمت گیت ترانسفر به همینگه پاریم. ساعت 12:05 است. طبق برنامه پرواز ساعت 1:05 میپره و اینکه به وقت ایران ساعت 3:40 میرسیم به فرودگاه ما و ببینیم اونجا چه ساعتی از فرودگاه میشه اومد بیرون. تموم شدم بسیم. واقعا خسته کننده بود مسیر. الان خیلی خوابم میاد. ببینیم چقدر تمام میکشه. چمدون ها بگیریم و بریم. آقا خوش اومدیم به ایران. به ایران اسلامی خوش اومدیم. از اونجا که من دیگه تمام شدم امشب دیگه از اینجا تکون نخواهم خورد. یعنی که میرم به سمت یه جایی که شب یه ذره بخوابم و صبح میرم سمت تهران و کرج و اینا که بچرخم. این فضا از چقدر وقت بود این ماشینه اینجوری ندیده بودم. هرایت آخ چون هیچ وقت فکرش نمی‌کردم دیدن پدرت خوشحال بشم.
حال و هوام بعد از تقریبا 7-8 سال که اومدم ایران عجیبه. خب خیلی وقت نیست الان ورود کردم ولی انگار هیچی مثل قبل نیست. خب نرماله که مثل قبل نباشه ولی خب بد شده، نمیدونم، حس عجیبی دارم، هم خوشحالم هم غمگینم، یه اسهال درونی دارم. و اینکه دوست دارم فردا بشه برم تو شهر مردم ببینم چه جوریه. تصوراتی که توی چند وقت حالا که ایران نبودم از ایران داشتم چه شکلی همون جوری مونده یا عوض شده. یه چیز جالب، من رفتم پول چنج کنم توی فرودگاه، یورو رو به قیمت دولتی چنج میکنن، یعنی اگه یورو الان 70,000 تومان باشه به من گفتش که من 45 تومان چنج میکنم. دلیلش پرسیدم، گفت که ما اینجوری هستیم، میخوای انجام بده نمیخوای انجام نده. ولی خب من یه مقداری پوند از زمانی که انگلیس بودم با خودم آورده بودم و اون پوند رو چنج کردم اینجا. میرم سمت هتل دوباره برمیگردم. خب برای یه شب هتل 29 یورو میارزید به استراحتش، چون خیلی خستم. این من پارم، این من خستم. الو اتاق 2 تخته است. نوشیدنی خورده خوراکی، گاو صندوق، چایی. اینجا هم که حمام و دستشویی تر تمیزه. به نظر من با قیمت 30 یورو 29 یورو میارزه. من برم یکم استراحت کنم بخوام، صبح باید این صبح 3-4 ساعت باید بیدار شم و برم سمت کرج. آقا صبح همگی بخیر. یه 2-3 ساعت خوابیدم، حسابی حالم جا اومد. یعنی نما از بیرون بهتون نشون بدم. ببینید این نمای بیرون، هوا به نظر گرم میاد. هتلم زدم تلفونم و میریم که بریم سمت تهران و کرج و جاهای دیگه. وسایل رو برداریم. الان فقط کف قهوه‌ام. الان قهوه هیچ ورز قهوه حال نمیده. خب بریم یه دونه قهوه رو بزنیم
و این قهوه اینجا چجوریه؟ حالت دارم هر روز قهوه بخورم. کافه باحالی داره. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night, with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you. اومدم پیش امیر حسنی. باشگاه من تو کرج از 11 سال هم دیگه میشناسیم نه؟ اولین جایی که اومدم تو کرج بیشتره 15 ساله. اومدم ری تو موام خوب میرینه بیاد پیشش. حتی سالنشو عوض کرده. بله آقا بریم یکم هایپر گردی. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. با نسبت به اون زمانی که من ایران بودم قیمت‌ها قابل مقایسه نیست. به طرز عجیبی گرون شده همه چیز و نمیدونم حالا چقدر رو قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته، ولی خب قیمت‌ها به طرز فجیعی گرون شده. Shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. خب دوستان عزیز، به پایان قسمت اول ولاگ سفر من به ایران رسیدیم. امیدوارم که از دیدن این قسمت لذت برده باشید و نظرتون رو جلب کرده باشه. در قسمت دوم به مرکز خرید بزرگ ایران مال، نیکا مال و چند تا مرکز خرید دیگه سر زدم و کلی غذاهای نوستالژی باحال رو تست کردم. اگر که برنامه رو دوست داشتید و از دیدنش لذت بردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید و با لایکاتون منو حمایت کنید. مرسی که تا الان وقت گذاشتید. براتون شب خوبی رو آرزو میکنم. به امید دیدارتون به زودی. Oh my God, don't do this. Oh my God, I need my best friend.